شام بخیر دوستان. آهنگ سه ضرب بود منظور شما و گمان میکنم به مغز استخوان‌تار طور قلب‌هایمان کار کرد و مثل یک کودک بیغش و یا پیر کار دیده ما را به سیر فلسفی، سیر معنوی برده توانست. بازم برنامه خاطره هاست پیشنهاد شما و ما به استودیوی خود دسته هنری نوازندگان جوان را دعوت نمودیم با سرداری فرقت علیبکوف که تصمیم گرفتیم آهنگ‌های ناتکرار، آهنگ‌های ماندگار کارمند شایسته مدنیت تاجیکستان استاد قیمتشاه شاه اسکندرов را منظور شما سازیم. خوش آمدید شما را میگوییم به برنامه خاطره ها. سلامت باشید و ما هم سلام خود را به تماشاگران تلویزیون سفینه میرسانیم و به مخلصان همیشگی برنامه خاطره ها و تشکر خود را به روبرت تلویزیون سفینه میرسانیم که ما را دعوت نمودید. سپاس. میدونید من حتی از شما سوال نکرده فهمیدم که آهنگ نخستین سه ضرب نام داشت چرا از سه قسم عبارت بود و در آخر قسمت همان رقصی، یعنی همان آهنگ بهترین و ناتکرار قیمتشاه شاه اسکندرов. بله استاد زیاده از 200 آهنگ ایجاد کرده است و یکی از آهنگ‌های مشهور استاد با گفت شما سه ضرب است و ما خواستیم در برنامه یعنی این موسیقی از اول آرام میرد، بعد قسمت دوم و سوم آهسته تیز شده میگیرد و ما تصمیم گرفتیم که در اول برنامه این موسیقی را اجرا کنیم. بسیار خوب هم کردید، ولی خیلی میدونیم قیمتشاه شاه اسکندرов بیشتر با اسباب تار قفقازی ایجاد میکردند و با این نمود تار این را اجرا کردند. تا چه اندازه مهنت طلب کرد، یعنی دشوار بود و تا چه اندازه موفقیت نیز داشت؟ بله درست است، بسیار سوالی خوب. البته هر یک شخصیت در خودش یک شوق دارد نسبت یگون اسباب. مثال نوازنده رباب افغانی یا غیژک یا باس گیتار سیتور دایره انتخاب میکند و به طریق مو اسباب اثر میآفرد و استاد قیمتشاه شاه اسکندرов تور می نواختند و مو اسباب از استادان مثال از استاد مختار مبارک قدموف شنیدیم. استاد میگفتند که قیمتشاه شاه اسکندرов در تئاتر مذهبی شهر خروق به نام منشور نظرشوی فعالیت داشتند. استاد مختار میگفتند که قیمتشاه شاه اسکندرов اگر کارگرها از کار میرفتن یا سری و دیر می آمدن، قیمتشاه از همه پیشتر می آمد و بعد کار هم دیرتر میرفت. فقط از پای ایجاد بود و واقعا ما نیز این رو شنیده ایم که هر وقت که قیمتشاه را میکفتند حتما که از یک حجره میافتند و به ایجاد مشغول بود برای آفریدن اجرا کردن یک آهنگ و حتی هنگام سفرهایی که کاری بودند برگزار میگردید، حتی در وقت همون سفر نیز در داخل خود همون نقلیات ایجاد کرده است، آهنگ ها آفریده است. یعنی هر وقت که ایجادش میامد حتما تار به دست میگرفت مینواخت و شاید از همین سبب نیز در دوام 12 سال ایجادیات خود یعنی همچون یک شخص حرفه‌ای نووابسته از یگان مکتب موسیقی را ختم نکرد، زیاده از 200 آهنگ ایجاد کرده توانست. بله درست است. استاد قیمتشاه شاه اسکندرov با فکر من این استادایی هستند که معجزه‌آن اینو در همین عمر کوتاه زیاده از 200 اثر موسیقی آفریده است. در برابر آن که این نفر یک مطرب بی‌نهایت چیره دست بودند، مطرب خوبی بودند، مغنی بودند، باز هم سرود خوانده آن را ایجاد میکردند و امروز باشد شما تصمیم گرفتید که تنها همون آهنگ‌های بهترینشان را پیشنهاد بیننده سازید. باز در این ردیف یعنی در ردیف سه ضرب کدام آهنگ‌ها را امروز منظور میگردانید برایمان؟ آهنگ با نام سیل چمن است و ما تصمیم گرفتیم در این برنامه اجرا کنیم. مرحمت.
از روی آن که این گونه ماهرانه نواختید ما همین را درک کردیم که هر یک نوازنده، هر یک رامشگری که اینجا نشستند و این آهنگ را اجرا کردند حتما که نوبسته از این جوانی کاری خود را خوب میدانند و شاید قیمتشاه شاه اسکندرов را نیز خوب میشناسند و البته در دل در خاطر هر کس به خود خاص یک خاطره دارد نسبت به قیمتشاه شاه اسکندرов ولی باری نخست شما این شخصیت را چگونه شناختید؟ چه خاطره دارید؟ وقتی که ما مکتب موسیقی به نام قیمتشاه شاه اسکندرов در نویه روشخلا تحصیل نمودیم انا خیلی خور بودیم بسیارتر اثرهای به طریق نوت می نوختیم اثرهای ساده و کم کم صنف بالا می رفتیم و بعدا با ما خصوصا پدر ما مستانов شاهین و معلم ما نسرین شاه نظر شاهیف و خوشقدم سعدان شاهیف اینا با ما همین موسیقی های استاد قیمتشاه شاه اسکندرов یاد دادن و ما میشتیم با همراه استادان کار میکردیم خیلی ما خورتر بودیم اینا چه خیلی استاد در یک اسباب موسیقی می نواخت بعدا انا تقسیم میکردن چون که در انسامبل تقسیمات میشه مثال پارتای رباع میشه پارتای دایره میشه همه چیزا را تقسیم کردن ما میناختیم و ما از همون سالها یاد گرفتیم این چیزا. یعنی معلوم میگردد که شما خاطره های خود را این گونه آموزش های خود را از آن شخصیت های آموختید که زمان همنشینی قیمتشاه شاه اسکندرов بودند و آنها همکاری ها داشتند دوستی و رفاقت داشتند چون قیمتشاه شاه اسکندرов در عین کمالات جوانی گوییم در عین اوج ایجادیاتش ناگهان در سن 37 سالگی درگذشت یک ضربه بدی روحی بود برای خوب همون دوستانشان نفرانی که همکار بودند و همنشین بودند و عموما از خصلت و خاراکتر این کس چگونه یگان نقل ها میکردند؟ بله یکی از استادان ما خسرو است و بسیارتر با استاد قیمتشاه شاه اسکندرов کار کرده فعالیت کرده است و بسیار از انسانگری و گپ میزند بسیار آدم خاکسار زمینی بوده است و همه وقت در پای ایجاد بوده است و استاد قیمتشاه شاه اسکندرов سرودایی که می آفرید خصوصا به همون دیاپازون همون آوازخوان موافق کرده آفرید است بله و سرودای استاد را میسره دلدار و نقره رحمت و نرگس بندیشوی و استاد خلقی تاجیکستان سلطان محمود عبدالمحمود و غیره اجرا کرده. اینچنین سفر بگیم تاش خوجای و رو نیز در این مورد باید قید نماییم چون بسیارتر از رپرتوار این نفر سرود خواندند. بله درست. و ببینید که تا چه اندازه مکتب موسیقی را ختم نکرده این گونه حرفه به کمال رسیدن البته استادزاده بودند چون پدرشان رامشگری خوب بودند و در خانه اسباب موسیقی خلقی بسیار داشتند میگویند و الکی در سن 6 سالگیشان از عهده نواختن چندین اسباب ها میبرآمدند. این گونه خردسال بودند ولی معلوم می شود که استعدادی حقیقی استعدادی ازلی داشتند. بله استاد یگام مکتب مخصوص موسیقی خواندگی نیستند از سببی که پدرشون شاه اسکندر یعنی رامشگر خوب بود و در بدخشان در همه خانه اگر دیگه از بابونه امی رباب بدخشانی در همه خاندان بود. لیکن خیلی نو که هنرمندان در خانه یا بسیارتر اسباب موسیقی بودند و استاد از خوردی با پدرش همکاری میکرده است و این چیزها را یاد گرفته است و حاضر پسر این کس مطرب شاه اسکندرов دوندهنده سنت استاد است. اینجوری نبیرگانشان نیست؟ بله نبیرگانشان. سپاس میگیم و این نوبت باز هم کدام آهنگ منظورمان میکردد؟ یکی از آهنگ‌های استاد باز یک آهنگ بسیارتر مشهور است در انسامبل دولتی دریا وقتی که فعالیت کردیم با هنرمندانی انسامبل ثبت کردیم ثبت‌هاش هم هستند و باز با طریق زنده ما پیشکش مردم میکنیم. خب مرحبا.
تشکر برای اینقدر اجرای خوب و دوامی چقدر وقت شما در یک جایگی همکاری کردید تا اینکه همین گونه یک آهنگ خوب رو به درجه مثال اعلایش برایمون برسانید و به گوش برسانید عموما. درست. پیش از همه من میخواستم یک چیز قید کنم که مثال ما روزی بود که با برادرمون عثمان تماس گرفتیم و مونیز و عموما بچه ها را برای روز این بچه ها را جمع کردیم گفتیم همی چیزهای انانوی موسیقی عموما سال بین بگیم که رفته ایستادن و گفتیم یک انسامبل تشکیل کنیم. بعد بچه ها هم راضی شدن و همین انسامبل رو تشکیل کردیم و بعد برای برنامه خاطره و وقتی که ما دعوت شدیم ما همین 4 موسیقی را انتخاب کردیم و طول یک 3 هفته شد که ما تمرین کردیم، کوشش کردیم که قابل قبول مردم شود. ما نیز همین امید را داریم چون برایمان به نهایت پسند آمد و حتما که به دل بیننده نیز به گوش بیننده نیز رفته رسید و احساس می شد که چگونه یک محبتی بی پایان دارید نسبت به مکتب قیمتشاه شاه اسکندرف و درباره همین نازکی هایی که قیمتشاه شاه اسکندرف در ایجاد خود استفاده میکردن هنگام سرود و آهنگ را ایجاد کردن اجرا نمودن میگفتید که تا چه اندازه فرق کننده است مکتبش. این را البته ما حس میکنیم که مثلا هر گونه گردش های خاصه دارد و مثلا با نوبت اجرا می شود، با نوبت مثلا اسباب های موسیقی نواخته می شود و خیلی که همون را گفتیم که گفتگو میکنند شاید. بله استاد آهنگایی را آفرید است که گویا که ویا خاصی همون اسباب موسیقی باشند. مثلا ما می آهنگا را که انتخاب کردیم تقسیمات دارد اینجا. تقسیمات را که جابجا میکنیم همون پارت مثال غیژک اگر نوازند ما همین خیلی درک میکنیم که استاد خصوصا همین چیز برای اسباب غیژک نوشته است. یا که سیتار نوازد ما خیلی فکر میکنیم که استاد خیلی درک کرده است که همین چیز برای سیتار و آفریده است. و استاد مکتب استاد فرق کننده البته است که اثرهای خوب آفریده است. 3 ضرب است، 4 ضرب است. این اثرها عموما از اثرهایی که مثال در منطقه بدخشان نواخته میشن از همه اثرها اینو فرق دارن. وقتی که ما در مکتب موسیقی نویت می نواختیم اما اسباب‌های موسیقی قریب که بلند صدا بودن و سبب همین کوشش کردیم که
باس گیتار در همین انسامبل جوری کنیم برای که یک فوندامنت، یک قوای همین انسامبل همین موسیقی کمتر نگاه داشته شود. بله، از همین سبب ما در همین انسامبل باس گیتار وارد کردیم. یعنی نوگانی های را به وجود آوردید که مطابق به دور و زمان می باشد، مدرن کردید به یک معنی. بله؟ بله درست. و در نهایت یعنی موسیقی که اجرا می شود، موسیقی چهارم چی نام دارد و از این موسیقی چی خاطره داره؟ این موسیقی به نام هوای درواز، استاد همین موسیقی را به همین طبیعت درواز یا به همون بود هوای همون درواز ناموده است و ما همین موسیقی را اجرا می نماییم. و شاید در این موسیقی نیز یگان نوگانی روی کار آوردید و در چقدر مدت این را مشق و تمرین نمودید؟ در این موسیقی ما عموما اجازت تکمیل دادن نیست، برای که خود استاد این چیزها را بسیار مکمل آفریده است. بله، همه جا به جا ما نمیتونیم که یگان جاش عوض کنیم. فقط باس گیتار را وارد کردیم، خب این هم با اجازت استادان اجازت البته پرسیدیم و همین را وارد کردیم. دیگه ما یگان اجازت تکمیل دادن این موسیقی را نداریم. چقدر وقت مشق کردید؟ این موسیقی را ما دیرتر انتخاب کردیم، 2 یا 3 روز شد که ما همین موسیقی را مشق کردیم، تمرین کردیم. ولی ما مطمئنیم که با این موسیقی شما سالیان دراز آشنا می باشید، چون به واسطه گوش می دهید. بله، در خورده این موسیقی را نواختیم، خیلی باز سال به سال از این موسیقی دور بودیم و اکنون ما نو این را جوری کرده ایستادیم. از آوان خردی عموما با رپرتوار قیمت ششای اسکندرف آگاه هستید، شناس هستید، میشنوید و به فکر شما تا به این دوره یگان تفاوت هست؟ تفاوت پیدا شد که مثلا گوش میکردید در آوان خردسالی چگونه به گوش میرسید، کدام صداها به گوش میرسید و امروز چه خیلی است آن به فکر شما؟ فرقیت هایی که مثلا شما مثال باز هم خوبتر و بهتر میشنوید، امون صدا رو درک میکنید، شاید معنی موسیقی رو که واقعا وقتی که هوای درواز گفتید در حقیقت هم همون هوای درواز گویا که پدیدار میشه و در پیش نظرمون. بله، درک هر یک موسیقی در خردی دیگر بود. حاضر ما بعد و چند سال باز در مو مکتب سنت خوندیم و بعد از وی ما در کنسرواتوار ملی تحصیل کردیم. 5 سال کنسرواتوار ملی خوندیم، بود کردیم و البته این بعد همین مکتب ها گذاشتن عموما سیستم فهمیش یا سیستم اجرا کردن موسیقی البته دیگر میشه و ما شاید به پرگی اکنون آن را حس میکنه، درک میکنه. بله، بعد این مکتب ها ما شاید به پرگی این چیزها را حس میکنیم و خوبتر اجرا کردن ممکن است. نوابسته از آن که این آهنگ ها متن ندارن ولی حتما که به ما همون معنی خود را که در نامش نیز ظهور است برایمان میفهمونند و این چیز را ما حتی در پیش نظر خود دیده میتوانیم بر علا که چگونه بدخشان یک هوای خوب و ناتکرار و صاف و بی‌غبار دارد. و دوستان عزیز، آهنگ چهارم برنامه امروزه منظور شما میگردد با نام هوای درواز و کل رامیشگران را، دسته هنری جوان را ما باری دیگر به استودیوی خود خوش آمدید میگویم. بسیار ممنون گشتیم که شما امروز برنامه ما را رنگ و زیب دادید. سلامت باشید.